بینه با ای که خوبه و شما میگم مرتضی آقا مرتضی چه بدی کو خونه رفتی؟ امروز نمی رفیقا قراره که بریم قلعه شربت. خوب خونه باش میام برات. من مطل از اینایم. آفرین خوبه دیگه کم رفیق بزی کرده کم شو نشینی کرده که با حال که خود بیکار میکنه خود رفیقا خود به قلعه شربت میره من به کجا برو به کجا قبرستان برو برو خونه مادر خوب. هم خونه مادر همه تکرار یک عمره خونه مادر خوبی دو بیام دو بخونی شو که استراحت کنم خب استراحت کنی سر خبر زخم. خوبه من برو به قلعه شربت تو دل دادی من دل ندارم مسخره نکن اینجا همه مرتکای من برم به قلعه شربت. خوبه به همه جا مرتکای ای که تو یاری به اونجا متکای همونجا متکای تو به می گوشه خونه بشی یا با تو رخ بشونم یا با تو دک با کنم یا میمون از سر با کنم خدا من نمیفهم که من زن گرفتم یا من به خود عروس شدم به من هر کار داری من به هر کار دارم اگه من کار نجیش بشم تو رو که بیخی گندکی دی زن دیگه به زیر من نایدم که به هر کار مرد کار داشته باشم من خود رفیقا اختیار خود دارم خود رفیقا خود رو جمعه میری رو جمعه میرم اختیار خود دارم بخی بس افتر میرم تو چی بری بوده خوبه برو خدا دیگه بس رد از این جنجال رو ریله کو من مگر از به دشویی هم برم از تو اجازه بگیرم اقلا گلبرویی هم بگو ما تو زنشین شریک زندگی هم دگره رفیق به هر کاری بکنی مگر به هم دگر مشوره کنی وقتی که من به سر مادر خو میرم بیشتر از تو میپرسم که من میرم به سر مادر خو یعنی زن به خدا دیگه من خوازیم قلمقله و بگو و بشنه و همین چیزا خسته شدم بگذاریم 4 روز که زندگیم همین به مقبولی به خوشی تیر کنیم ازم اول زندگی ما تو جنجال این رقم خونه میشه همین جنجال که تو به پا میکنی تو میگی جنجال میکنی یعنی می اعصاب خرابی ها به خدا باعث دلسردی میشه بخونه یعنی کاری میشه که دل تو از من سرچه دل ما از تو سرچه انا میره قمه دیگه خب گناه خودتونه اگه نکره که من همیجگاه زن یا اغز تفی و میله میکنی میمونی میری میایی حالا میاد بابا گو که زنی هم دارم همین زن من دل دارم باشه میرم چادر بسر کنم به رستوران جامعه باغ باخچه ببرم فکردی؟ انمی بمونده دیگه انمی بمونده که تو به جلو بکنم من به دنبال تو برم همین متکا همه زنکا خوبی جلو میکنم میبرم به همه جا میبرم فقط توی که مرد شدی دل من دست تو به خونه رو سر آمده یعنی چه کار کنم؟ زندگی برای من تلخ کرده من زندگی به من تلخ شده بیا که یک راه حل بسنجیم به این رقم خونه میشه چی راه حلی بسنجیم؟ بسنج که این رقم میشه یا نمیشه راه حل همینه که زن بشینیم خودتو مشوره کنیم که دیگه از این بزرگی به تعزیق خونه دیگه حساب خرابی بسته به خدا دیگه یک بین خو یک موافقه مثل این موافقه که بین ملل متحد و چی امضا نشد همین یک موافقه همین قوی امضا کنیم که دیگه بین ما و تو حساب خرابی نشه هر کس حساب خراب شد اما شرط وای میده خوبه تا یک ما به تفاهم برسیم اگه حساب خراب شد یک کلمه گپ نمیزنم اگه حساب شما خراب شد یک کلمه گپ نمیزنی همینطور چوب میشی خوبه خب بخی من حساب خراب شد همینطور خورد مشور اصلا گپ به تو نمیزنم اگه وقتی اوقات هم تخت شد چیزی نگی بریم که اگه گپ زدی باز بای میدی خلاصه دیگه سلام علیکم و علیکم خوبی بابا خوبی مادر شما خوبی شکر چی گفته چیه بابا چیه هر دم شما به شرط میزنیم سر صدا شما میآید هیچی بابا جان هیچی این دفعه شرط ما دیگه تو شرط نیه اینه مثلا جنگ اوکراین و روسیه که ما هم به هم دیگر اون رو روشن هم همین رقمه آخه بابا میفهمیم خب همین شر زدن شما فایده نداره چرا؟ به خاطر که شما هر دم با سر گپ خونیستیم هر دو تا شما بدیدی من پیش همین دخترم تو رو شرمندی من تو شرمنده خجالت بکش من هر کاری دارم منم تو به گپ میکنی اگه نمیدونی کلمه گپ میزنم کله خو میگیرم راه خو میرم با دنبال کار خو همین امروز چی بودی تو باید من از این کار بگردونی و سرم شرط تیار کنی هر دم دو تاشو که روبرو میشیم به جنگ میشیم میچون چلیته میچون بابا این دفعه فرق میکنه انا به تو همیجگاه قول شرف میدم خب که اگه این مادر تو 100 رقم بوزنوزی بکنم هیچی نمیگم بفهمیدی اگه وقتی اوقات من تلخ تو شاهد بشی که اگه به چیزی گفتم مادر تو با گپ نزنه که اگر گپ زد دیگه خلاص از موازی خب باز میفهمی باز معلوم میشه که گپ میزنه که گپ میزنه انا با فردا بیایم امیت جنگ جدا نه دلجم باش بچمه دلجم باش این به این موافقه میفهمی که خیلی وقتا من فکر میکنم تا امروز برابر شد
امیدوارم که موافقه شما همیت خوب نتیجه بدن که دیگه جنگ و دعوا نباشه. شد نزن. خب سودای چیزی خونه می؟ نه هیچی نمو. حالا به دکون میری یا به تفری میری؟ باید بگین شروع کردی به دکون میری یا به تفری میری؟ حساب تو خراب میشه چوب باش. تو چی که داری به برجا میرم؟ تو شب لقمه نون خور ماسته باش. خداحافظ. خداحافظ. اونو که خمرنون لقمه نونی میده، یک لقمه نون میده، چند تانه تا برقه میده. خدا می زندگی رم بگیری، زندگی که دارم 24 ساعت خونه به گشت و گذار دیگه شما میخواد سرصدا نکنید. چی میگی دختر؟ خب بگم به تنبی خونه دل ببشانی. خب کجا ببرم شما؟ کجا ببرم شما رو بردم؟ خدا شما پا داره و خزین برم دیگه برجا کردم. به قبرستان جلو شما رو خونه گرفتم. سلام خواه خوبی سلامتی سلامت بشی زنده بشی شکر الحمدلله. تو خوبی؟ نه بابا به خدا همی یک ماه که بخی ببینی رسیدون دل به ترقیدن رسید به تازی خونه دست از این متکه. نه شرط که یک ماه بیا ما با تفاهم برسیم. اگه تو اعصاب تو خراب شو هیچی نگی، اگه من اعصاب خراب شو هیچی نمیگم. نه اگه جا رفت هیچی نتونستم بگم اعصاب خراب شد. اگه میمون آمد نفس نتونستم بکشم. من نمیشه مادر خوار اینجا همین ده چی به طرف نگاه میکنی ایلی هم نمیشه چیزی که بیننگ پسکلفته. آب خدا خواه اقدا خود تو بسا مادر خو خیلی کردم. خوب خدا لای سبز بناز میآیه مادر ناز میآیه امشب نوتا میمون دارم چه کار میشه سبز بناز میآیه مادر ناز میآیه. خیریت خانم جان خیریته؟ خیریت. امشب برار من گفت خده کوشو خوینه آماده نی جا شما مبروم نشد چیزی بگم. گفتم بیایم دیگه خونه خودشون چی میدونستی؟ بیایم قبل نداره. خیر بینی همیشه میتونی زن خوبی باش. همیشه همین گپار بزن که ما بتونم به دلجوی قوم خیش دوست رفیق همه عزت کنم اونا رو از اینا پذیرایی کنم. آقا مخشامی چی میشه پس؟ قوم خیشات هم بیام برو تو از من همه کسی ده بری چه؟ چرا؟ هیچی دیگه. علتی خوب علتی ho که تو همین یک مایه تو خودی مشاد بسکیدی من نفس خود نکشیدم. تمام حساب خرابی ها خواهم رفت به سامان اخو کردم. راستی؟ بله. تو با خدا؟ ها؟ امرو چند برجه امرو به نظر؟ خلاص شد آخر شد امرو آخره؟ آه. خدی تو اگر خواست خدا رفته باشه ارث ما تمدید میکنه. خوب بیخی همه یک بار بطور خوش گذاشته که دیگه چی بگی؟ به خدای دل تو 80 چوبکه میکنه تو صبر کن. خانم جان حساب خراب نکن. امشب هم از این تاریخ بمونده. بگذار کمی مادر مخده برارم بیایم شکم سه نون خور بخورم با سبا گپ میزنیم خدی تو. خب همین امشب خدا حال به سر تو بیارم که مگر همین مادر تو خواهر تو برا خودم دیگه برم حق و ربا دیگه به زنجگاه پیدا اینا نباشه. خانم جان امشب تاریخ هنوز بمونده. به سر سفره جنجالی گپا نکن. یکم پیش تو عرض میکنم همین تمدید میکنی بخی 2 ماه قبول کن. خوب ها دیگه من چوب کنم تمام اقدا خو به سر مادر خو خیلی کنم از تو مادر تو بیایه خواهر تو بیایه برا تو بیایه میل چله خم برو بیخی ترنگ تو خوش کلفت یابیدی بخونه زنه که نبودی. خانم جان در خونه جارو کو رخ بشو در دیوالا پاک کو به چهر سروا کو میمون از سروا کو خسته شدم مرد. خانم جان همون یک ماه همین یک ماه دیگه هم تمدید کنم. بگو ارمان بکن خیلی تو بمونه. من دیگه خوشی به همینه خوب که تو همین یک ماه هرچی که دل تو بوده هرچی که نبوده هرچی که پر شده به سر مادر جان خو خیلی کردی. باز چی گپه؟ هیچی بابا هیچی همین شرطی که زدیم همین امشب هم بمونده. امشب هم نانا جان تو اینا خده کاکا تو اینجا هم مادر تو میگم سر سفره جنجال میکنم. من میگم همین یک ماه دیگه هم تمدید کن. میگه نه من نگفتم به شما. من به شما نگفتم. گفتم شما دو تا شما سر گپا خونه سن این شر زدن بابا اصلا فایده نداره. بابا جان دیگه خود خو خسته نکن. یک ماه تیر شد. من میگم یک ماه دیگه هم تمدید کنه. خوشی پیرتم میفهمی چیه؟ همین که این همین عقدا قربت تو سر مادر خو خالی کرده. من چقدر خوشحال. بس دیگه. چقدر خوشحال. مادر کم توی زدی ترم گریش و تمام همون دو مادر خو لقمه دهن خودن تو میکنه. تو بیشتر مایه. تو این چیزی اینجا خیلی میکنی. خب مادر تو مدت تو اصلا چکه میکنو. خدا تو بخیر سر مادر بکنه. زن تو سکو هدف من اینه کمی جارو جنجالا بخواد که تا خونه گم شد حداقل عقدا خو میری به سر مادر خو خیلی میکنی. خب چه به سر مادر تو خیلی نکنم. زن
سکو ما تو شرط گذاشتیم همالی همانو شرط پا به جایه. ای شرط خلاص شد. این میفهمی قرارداده که مثل که بین دعا و چه شد. این نکو به هم نزن. بس یک ما دیگه هم تمدید میکنه. خب بابا همین یک ما خوب زندگی به کام شما بود. با خدا با قرآن بابا میمون می آورد و مادر تو صدا میفهمیدم که اینجا که ایته میکرد ولی چیزی گفته نمیتونست. میفهمیدم مادر میکنه تازه خود سرزر میکنی مادر تو دلی 80 چکه میشه ولی چیزی گفته نمیتونه.